بند فردوس هم قدر وقت نداره که تلفن زن تا یک بار جواب بدی. اوف فردوس چی باید خیلی میکنی؟ من آدمم، من زنم، من دیل دارم. نخود 100 بار زنگ بزنم تو تلفن مرا نگیری. تا اگر در حقیقت مرا دوست می‌داشتی مرا اینقدر انتظار نمی‌کردی. فردوس شاید به زنگ‌های تو من دیگه ارزش ندارم. خود در مبین 1000 کار 1 دقیقه وقت نوی که تلفن مرا برداری یا که مرا زنگ بزنی. خودت من زن تو مخی یا سویه و یا دیواری خانه تو نیستم که یعنی من تو دوست می‌دارم جان. وقتی جون میای این کیفیت با من نیست، با من کیهور نیست. وقتی من 100 بار زنگ زدم قدی دیگه کس شیرین گپ نزده. پروایی مرا ندارم. ای خدا جان این ایلی داور نیست. معلش گپ نیست معلش با کم نیست معلش خب فهمو معلش خب بعد گپ میزنی. خب بعد گپ میزنی. خب چرا تلفن مرا نمیبرداری فردوس؟ یک کار مهم 100 بار زنگ زدم بند یک بار نگاه کن که 100 بار زنگ زدم فردوس. من یک کاری مهم داشتم. کاری مهم؟ یک کاری مهم داشتم گفتم. کاری مهم بود یا که آدمی مهم؟ مشکل موضوع بحث کردن نمیخوام. من یک کاری مهم داشتم. بس همین حوزه من 1 ساعت چطور پشت تلویزیون نگاه کردم. او خنداد، او گپ زد. تو آخرام مرقیقت من خیلی گپ زده بودی. من مونده میفهمی؟ فردوس هر دفعه گپ میگریزی. مرا مونده شدگی. من از سحر تر زنگ دادم. یک بار تلفن تبی بند هر یه ماشین میگذرم میدم میرم که تو اومده دیلو میجوم. چرا مرا نمیفهمی فردوس؟ من مونده من وقت ندارم. همین تاشا بگو قطعی کی گپ میزدی؟ من ترای تریزر من کاری مهم داشتم ای آدم تو نمیفهمی. من خندای تر در تلفن گپ زدن تر. یک آخران با قطعی من کی خیلی گپ زده بودی. وقت هیچ که گپ نمیزنم. کی گپ میزنه؟ فردوس چشمات خیلی نمیگه. خدا من کار آمدگی من پشتی کارم و من پشتی زندگیم من باید برم دم بگیرم. وقتی استراحت من مونده شدگی بعد گپ میزنم. فردوس ایساک فردوس دردی مرا فهمیدن اینقدر قینه. منم زنم یک بار در چشمم نگاه کن بگو خطی کی گپ زده بودی.
10 بار یک چیز فهموندته من کار آمدم خسته شدم کار داشتم چی نمیفهمی تو خسته شده ای کار آمده باید دم بگیرم بیزار کردی کاری فردوس او خندات هم کاری بود با تلفن گپ زنی کاری بود من یک ساعت ای تلفن نگاه کردم با تلفن گپ زنی با میگمود که من کار آمدم مانده ایم خسته ایم بسش که در جانم زدی تو نمیفهمی گپا باید بداری که قدکی میشنم چیکار میکنم قدکی چی میخورم من مرده که میارگم لطه بزار کردی بسش که در جانم زدی فردوس مرا فهمیدن یک ققینک مرا میرزندم فردوس من سویا نیستم حق ندارم بدانم دگی جا بودی قدکی گفت بسش که گفته باشی من کار آمدگی مانده شدگیم تو چی باید بدانی همه را هموزی فکر رو مرا میکشم من فکر میکنم یکم گناه دارم ای بای طرفی مای بیزار کردی تو مرا نمیفهمی فردوس کی مرا نمیفهمم تو مرا نمیفهمی چی وقتی من خیلی مناسبت میکنی من چی گناه دارم منیجا گوش کن التماس من دیگه گوش کنیت را نمیخوام راستی را میخوام حقیقت را میخوام قرضه که تقیقی کسی گپ میزنی تمامی روز تلفن بنده او کیه؟ او کیه که تو دیگه مرا نمیبینی نمیفهمی چند وقتی آخر من ترا میاد میتونم تلفن رو در دست شبایی در روز نویس منیجا من نمیخواستم تو فکری بد کنی اما تو مرا مجبور کردی فردوس تو مرا در همه حالت تنها ماندگی منیجا من همشه میفهمم من دیگه نمیخوام یکون دروغ شنوم اگر حقیقت باشه بگو که اگر با دروغ باشه بهترش هیچی نگو منیجا جان چند وقت میشه حالتی من خوب نیست فکرهای زیاد دارم آخه فشار مسئولیت کارهای بسیار شب خواب نمیبرم میفهمی منیجا من خدمت تماما گم کردگی تماما در خودم نیست یک چند ماه میشه که حسابم ویرانه منیجا تو باید مرا فهمی منیجا فکرهای زیاد مرا میکشن کردم روزی در کار فشار در زندگی فشار من با استرس غلطی میدختم میفهمی مرا با استرس من همه را پنهان میکردم به خاطر که تو زیغ نشه تنها برای زیغ نشدن تو بودم باشه او زنی تو میگوی دکتری روانشناس برای درست او زن من خندان به خاطر سلامتی به خاطر برقراری حالت روانی به خاطر خوشبختی ما و تو به خاطر آنکه ما و تو تبسم داشته باشیم زندگی خوش داشته باشیم بین ما دیگه هیچی نبود همش انا همین قگب بود خلاص تو باشی گمانی بد میکردی فردوس تو برای چی من نگفتی که بماری منیجا من هیچ وقت دروغی برخواست نکرده بودم هیچ وقت من دروغ نمیگم من تو را دوست میدارم من هیچ وقت نمیخوام که تو را دست بدم
منیجا گوش کن چیکار میکنی منیجا بیس من همه چه دت میفهمونم وقتی ماماشم فهمیدم با چشم خود ماماش دیدم بس جون گوش کن مرا منیش منیجا اعتماد مرا منیجا من تو را دوست میدارم من نمیخواستم کار به این درجه را برسم منیجا جینا من ترا باور کردم فکر کردم که خطای من فکر کردم که تو در حقیقت بیماری در گردو بی دردی شب تا سرای خدا زورا کردم که ترا شفا بدید اما خداوند امروز به ما حقیقت شد منیجا التماس نه من خطاگی من فهمیدم منیجا تو که در خونه میچند میستی منیجا تو در خونه میچند 1 هفته میستی 2 هفته میستی 1 ماه 1 سال خیلی منیجا خونه میچند خونه ینگت تو دیگه جون نداری خونه تو انا میخونه تو همراه من باید باشی تو به من نمیتونی منیجا من جای رفتن دارم من میدونم که من خدا تنها نمیگذارم منیجا